دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه و پس از سوگند یاد کردن به عنوان 47مین رئیس جمهور این کشور سخنرانی کرد: عصر طلایی آمریکا اکنون شروع می شود. از این روز به بعد کشورمان رونق خواهد داشت و دنیا به آن احترام خواهد گذاشت. گفت: دیگر کشورها به ما حسادت خواهند کرد. به دیگر کشورها اجازه سوء استفاده از آمریکا را نخواهیم داد. در طول دولت دوم خود همواره آمریکا را اولویت قرار خواهم داد. تمامیت ارضی و امنیت ما، بازیابی و تعادل و برابری در اجرای عدالت مجددا شکل خواهد گرفت. دیگر اجازه استفاده از دیوان دادگستری کشور به عنوان سلاح علیه دیگران را نخواهم داد. هدف من ایجاد کشور عادل و آزاد است. بزودی آمریکا قوی‌تر و بهتر از همیشه خواهد بود. باور دارم که عصر موفقیت ملی جدید صورت خواهد گرفت. آمریکا فرصت استفاده از شرایط کنونی در جهان را دارد. اما پیش از هر چیزی باید چالش‌های داخلی را برطرف کند. در این لحظه بسیاری به دولت ما بی‌اعتماد هستند. سالهای اخیر دولت فاسد از قدرت خود برای استخراج ثروت از شهروندان آمریکا استفاده کرده است. دولت کنونی حتی نمی‌تواند از پس بحران‌های داخلی برآید و در حال ورود به بحران‌های خارجی گسترده است. آمریکا به بهشت مجرمان تبدیل شده که غیرقانونی وارد کشور شده‌اند. دولت داشتیم که حمایت نامحدود به کشورهای خارجی ارائه می‌کرد، اما از آمریکا حفاظت نکرد. دولت داشتیم که از مردم خود محافظت نمی‌کرد. کشور داریم که حتی ارائه ساده‌ترین خدمات را نداره. این مسئله را در بحران‌های اخیر، مخصوصاً در کارولینای شمالی دیدیم. در آتش‌سوزی کنونی در کالیفرنیا نیز شاهد ادامه یافتن آتش‌سوزی هستیم. این آتش‌سوزی خانه بسیاری از شهروندان را نیز سوزانده است. دولت در برابر این آتش ناتوان بود. این مسئله تغییر خواهد کرد. ساختار آموزش و پرورش ما نیز به کودکان آموزش می‌دهد تا از کشور خودشان متنفر باشند. همه این مسائل همین امروز تغییر خواهد کرد. پیروزی من در انتخابات نشان دهنده خواست شهروندان آمریکا برای تغییر و جبران خیانت است که به آنها شده است. دوران افول آمریکا پایان خواهد یافت. سرنوشت شکوهمند کشورمان نادیده گرفته نخواهد شد. اقتدار آمریکا را باز خواهیم یافت. مسیر ما برای بازیابی جمهوریت آمریکا آسان نبوده است. برخی به دنبال حتی جان من بودند. به همین علت در دولت خود با اقتدار با هر گونه چالش مقابله خواهیم کرد. برای بازگرداندن امید، قدرت و امنیت برای شهروندان آمریکا از جنسیت و نژاد آنها تلاش خواهیم کرد. برای شهروندان آمریکا امروز روز آزادی است. امیدوارم انتخابات ریاست جمهوری کشورمان در تاریخ آمریکا به عنوان انتخابات تاریخی و مؤثرترین انتخابات یاد شود. همه شهروندان آمریکا در حال افزایش حمایت خود از ما هستند. پیروزی قدرتمند کسب کردیم. از شهروندان سیاه پوست قدردانی می کنم. رای شما را فراموش نخواهم کرد. امروز روز مارتین لوتر کینگ است. با هم تلاش خواهیم کرد تا آرزوهای او به واقعیت تبدیل شود. اتحاد ملی در حال بازگشت به آمریکاست. دولت من همسو با معیارهای کامل تلاش خواهد کرد. ما کشورمان قانون اساسی و خدا را فراموش نخواهیم کرد. دستورات اجرایی بسیاری را امضا خواهم کرد. در مرزهای جنوبی خود شرایط اضطرار ملی اعلام خواهم کرد. هر گونه ورود غیرقانونی به کشور ممنوع خواهد شد. میلیون‌ها مهاجر غیرقانونی مجرم را از کشور خارج خواهیم کرد. به مرزهای جنوبی خود نیروهای ارتش را اعزام خواهم کرد تا مانع تجاوز کنونی به کشورمان شوند. کارتل‌های مواد مخدر را نیز در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار خواهم داد. از قدرت کامل دولت برای مقابله با گروه‌های خلافکار خارجی در آمریکا استفاده خواهم کرد. همه اعضای کابینه خود را مأمور کاهش تورم خواهم کرد. بحران تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی است. در همین راستا، امروز شرایط اضطراری انرژی اعلام خواهم کرد.
آمریکا به کشور صنعتی تبدیل خواهد شد. بیشترین ذخایر گاز و نفت را در جهان داریم و از آن استفاده خواهیم کرد. قیمت‌ها را کاهش خواهیم داد و انرژی آمریکا را به سراسر جهان صادر خواهیم کرد. مجدداً کشور ثروتمند خواهیم شد و از طریق طلای سیاه زیر پایمان این کار را خواهیم کرد. به جای اعمال مالیات بر شهروندان، تعرفه‌های گسترده علیه دیگر کشورها اعمال خواهیم کرد. در جهت آزادی بیان، دستور خواهم داد تا همه سانسورهای اعمال شده توسط دولت لغو شود. هرگز از قدرت دولت علیه رقبای سیاسی استفاده نخواهد شد. تحت رهبری من ساختار عدالت عادلانه و بر اساس قوانین اساسی آمریکا خواهیم ساخت. ما موفقیت خود را نه تنها با نبردهایی که برنده می‌شویم، بلکه با جنگ‌هایی که به پایان می‌رسانیم و مهمتر از آن جنگ‌هایی که هرگز وارد آن نمی‌شویم، می‌سنجیم. ارتش ما تنها یک وظیفه خواهد داشت و آن هم شکست دادن دشمنان خواهد بود. بزرگترین افتخار و میراث من ایجاد صلح خواهد بود. آمریکا را به جایگاه اصلی خود باز خواهیم گردانند. اسم خلیج مکزیک را به خلیج آمریکا تغییر خواهیم داد. کانال پاناما را پس می‌گیریم. پیام من به شهروندان آمریکا این است: اکنون زمان اقدامات شجاعانه فرا رسیده است. همزمان با آزادی کشورمان، آمریکا را به موفقیت‌های تازه رهبری خواهیم کرد. به اپیدمی بیماری مزمن پایان می‌دهم و پرچم آمریکا را بر سیاره مریخ قرار می‌دهم. جاه طلبی جریان خون هر ملت است. ترامپ خود را به عنوان سنگر در برابر جهان که خشمگین، خشن و کاملاً غیرقابل پیش‌بینی است، توصیف کرد و در پایان مجدداً تأکید کرد: عصر طلایی ما تازه شروع شده است. ترامپ گفت: در سالهای اخیر، آمریکا ضربات سنگین را تحمل کرده است. او در آخر گفت: از امروز، آمریکا کشور مستقل خواهد بود، آینده از آن آمریکاست.